سلام، چطوری؟ من پرهامی گیم پلی اومدیم سراغ بازی دو نفره روبلاکس. کانال ما رو دنبال کنید که هر روز برای شما ویدیو گیم جدید میذارم. ما رو به دوستاتون معرفی کنید، خیلی دوستتون. جکسن بیل بزن، جکسن بیل بزن، جکسن بیل بزن، جکسن بیل بزن. حالا همینجوری بیل بزن. جکسن برا منم بگیر. جکسن جوراب پیدا کردم. ایول جوراب منو پنجاه گذاشته بودم. باز شروع میکنه از جکسن. بیل بزن. حالا همینجوری بیل بزن. جکسن من باید بروم اینجا اینا رو اینجا بفروشم ببینن چه آیتمی برای من میندازه. این چیه؟ وایسا جکسن جان، شب داشته باش، من اینجا اینو اوکیش کنم. جکسن یه دونه پیتزا گرفتم اندازه کلت. جان بله جکسن، بیزو ببینم من اینجا 10 تا دستمال دارم، تو چند تا دستمال داری؟ جکسن سیب میدن. ایوالا جکسن بیل بزن. بشم سزا بیل بزن. جکسن درست بیل بزن. جکسن اصولی بیل بزن. جکسن من اینجا چرا هیچ آیتمی پیدا نمیکنم؟ جکسن اینجا رو ایوالا. جکسن ببین چی دارم بهت میاد. چند تا دستمال داری؟ نمیدونم 14 تا. جکسن بیل بزن. جکسن جان حالا شب میشه. بودو بالا بیا بالا. وایسا سب کن دیگه، جو نده. ببن بخواب. خب امروز میخوام داستان مرد عنکبوتی رو برات تعریف کنم که داشتش با استفاده از هالک داشتن با هم میزنگیدن. هالک اومد گفت تو بچه کدوم محلی؟ مرد عنکبوتی گفتش که من بچه همون محلم که میخوام یه دونه فن پشه در قابلمه بزنم بیچسبه کف زمین. جکسن ببین تو همینجا وایسا، من یه لحظه میرم اینجا ببینم چیه خبره. جکسن حواستون نهارا رو بردار بیار. بابا اونجا نهار نداره، برم بردارم بیارم. واسه ببینم مثلا اینجا چی خبره. جکسن یه لحظه واسه من اینجا تاکتیکی کار کنم. جکسن نمیذاره اینجا رو بازش کنی. جکسن چرا نمیذاره؟ بله جکسن ما باید تاکتیکی و تکنیکی نه تو واسه چی اومدی؟ خوب الان از اینجا بروید نهار بخورم. داداش نوکرته، ما دیشب رفته بودیم با جکسن منقل برداشتیم جوز میزدیم جات خالی. ایوالا برو بریم نهارا بردار بیار. جکسن اینجا رو نگاه کن. جکسن اینا همشون یه سری آیتمای عجیب داره. این چیه؟ ای بابا 40 تا میخواد. او کفگیر 45 تا. جکسن من غذا میخوام. جونم همبرگر، عجب همبرگریه، دستت درد نکنه، خیلی لطف کردی. ببخشید یه دونه دیگه همبرگر هم میتونیم ما اینجا ورداریم؟ بله برویم. برو بریم پرهام همبرگر. جکسن اینا همه به هم دیگه ربط داره، خیلی عجیبه، خیلی جالبه. جکسن بیل بزن. ما بعد اینجا رو اینقدر بیل بزنیم تا بتونیم از اینجا برویم بیرون. بیل بزن. حالا همینطور بیل بزن. حالا فرفر بیل بزن. جکسن اینجا تونله. جکسن فکر کنم تونله. وقت ناره بیا. باشه تو برو الان منم میام. برو الان منم میام. وقت نهاره. ای والله جکسن سیبو بگی بیا. جکسن دستمالا رو اینجا به این بفروشین، دستمال برات میندازه. جکسن اوره ای والله حل. برو بیرویم. پیسر عجب سیبی بود. جکسن سیبش خیلی سیب بود. دقیقا باری کلا. جکسن بیل بزن. جکسن ما حدودا حل. یه 40-50 متر چندیم. جکسن فکر کنم ما برام بیل جدید گرفتم. جکسن واقعا راست میگی. اوره. جکسن ای والا بیل جکسن جان طلاییه یا الماسیه؟ نه کفگیره. بله. ویری گود. پرام بیا بالا. پرام بودو پرام بیا. سب کن جکسن چرا بستری بیام بالا؟ چی شده؟ چپ شده. اومدم. بخواب لالا. پیش لالا. جکسن خوابیده. بخواب عزیزم، بخواب. خوب بخوابه. جکسن اینجا رو جکسن اومد بهم بگو. در
جکسن در بالا، ببن. دیگه نه بشه. جکسن میگیره جکسن بگیره جکسن بعد اون موقع ریوایو نداره جکسن اصلا چنین کاری نکن جکسن حواستو جمع بکن چرا دستت بیله؟ خب میفهمه. جکسن حواستو جمع بکن بله. خب وایسا باید ما تکنیکی کار کنیم جکسن حواستو ویری جمع کن ببند در ببند جکسن این در رو باز کنی و شک میکنه جکسن حواستو جمع کن برویم بریم برویم بیل بزن حالا همینجوری بیل بزن جکسن چند تا دستمال داری؟ من 9 تا. واسه من نمیتونم یه بیل جدید بگیرم یه دونه بیل جدید واسه ببینم جکسن یه دونه بیل گرفتم بیل نیست کفگیره ایول مبارکه جکسن کفگیر گرفتم کفگیر باب اسفنجولیه ایوالا نهار میدم. او جکسن ببین اینجاها رو دیگه نمیتونیم خوب بکنیم جکسن میدونی چرا باید بیلمون خیلی بیل باشه جکسن وایسا من نهار بگیرم. جکسن منم اومدم نهار بگیرم اصلا کله کسلی داری جان کلش خیلی کسل آهه نهار چی داریم داداش نوشد به پیتزا داریم جونم پیتزا جونم پیتزا جکسن بیل بزن جکسن اینقدر بیل بزن تا تبدیل به بیل بشی جان جکسن بد کندیم میدونی چرا کجاش بده؟ جکسن یه دست کلید پیدا کردم فکر کنم دست کلید این اتاق بغل این انباره جان پرهام پایین شمشه طلا. جکسن ببین اون پایین آخه میتونی بکنی اینجا خیلی کم کنده میشه جکسن اوره یه ذره سخت‌تر جکسن یه ذره سخت‌تر اون ورتره جکسن خیلی طول میشه ولی بیل بزن حالا همینجوری بیل بزن حالا همینجوری بیا بالا وایسا حالا مونده با 5 ثانیه مونده بابا بیل بزن اومدم جکسن بخواب لالا پیش لالا ببخشید صبر کن جکسن ببین چی دارم بهت میگم جکسن ما باید اینجا خیلی تاکتیکی کار کنیم جکسن ببین این رفته شا یه لحظه بابا گوش بده من چی میگم این رفته شا حواست باشه به من بگی من میخوام برم سریع یه چند تا از این غذا بگیرم بیام جکسن بخواب داره میخوابه لالا پیش میکنه داره میخوابه جکسن برو جکسن نکن دیگه جکسن در باز نکن جکسن باری کلا بخور جکسن ببین من اینو بازش میکنم جکسن اینجا رو ببند جکسن ببند من میرم اینجا رو میکنم جکسن ببینم چه خبره اوه جکسن اینجا رو نگاه کن چقدر اینجا عجیب و پروفشناله ایوالا ایوال صبح شده پرسه داره جکسن تکافه کش دوباره یه دونه دیگه آیتم میخوام یه دونه دیگه آیتم به دست بیارم و عالی میشه جکسن عالی ویری گود چی شده بیاین پایین صبر کن کار دارم جکسن اینجا من باید کارمو اصولی انجام بدم آقای جکسن دینامی وایسا من بیام بعد یه لحظه وایسا جکسن گذاشتمش وایسا جکسن بذار من غذا بگیرم جکسن اینجا با غذا یالم از اینا غذا بگیرم این غذا خیلی نیاز میشه جکسن جون راست میگیم جکسن تو غذا نمیخوای نه ظهر نهار میام باشه